شاهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی. سلام. پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی. صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی. کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی. سوی درواز سایه کردگار ما خوش آمدی. سلام عبدالله. پرزیدنت محترم امام رحمان شما را خیلی مقدم به همین دروازی خشباد هوا خوش اومده. من همیشه خرسانی و خوام نبید است که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم ندیم. او سالی دعوت نامم دان اما من اموش خربم اما قشلاق با ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من روز بی که در همین زنگ بیم بیومم با پیشتر. جناب عالی این مهنتاش مردم اکا سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم این بابادی ها را بگیم درواز ناشناختنی چی است. جناب عالی وعده دادی که درواز از دروازه طلایی بدخشان کنم. حقیقتا دروازه طلایی بدخشان بشکرم. سلام عبدالله. سلام عبدالله. جناب عالی تاجیکستان همه دوستت میدارم. در مینه همون پریزیدنت ها میبینیم فخر میکنیم. میگن بینشه ای همه خشرویتا ای همه وزیتا ای همه قد بلندتا ای همه گردوتا خشروی نقص فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافقی خودت دارتی است. کدوم یک خدمت ها طرف بگیم 7 شب 7 روز بگیم کمه قلم عاجزی میکنه به همین کارهای شما. این کارهای شما در این 30 سال کرده یکان کس نکرد. از سال 78 جنگ در افغانستان قرارش ندان. این اخیر در مدت چند وقت جنگ قرار داد. همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنبه رفتم دیمش گفتم که اینجا ساختی پریزه ای. بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کای میگم ای دراز میگه که در شنبه را خیلی میگم در شنبه میگه در پریز هم زخشیره چی است. امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تاریستت میگم که سلام عبدالله. حسن همه امینا خدمت ها خطن رئیسی که یاشکی شهر دوشنبه رستم امام علی. انا من راستیش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی رو نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برای بعد دو 5 خونده میچی نه این حالت هست خطه دیگه پیشوا میداد کوات حال میبین میکنم دگون کار کوات ابتم برام خونم. اما مطلعه که گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم. انا در همی 65 سالگیم حواسم کرد در فروغ سوب دانای اشتراک کرستم. احسان آفرین. انا لاحیه شب گذشتم او ولایتی و اوش خدا یک یاردم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرده آمد. 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم تا این کتاب میخوندم باره کتاب خونید یه بر همه را خود تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن ندارم. میگم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ایسری ما کم نگردد. احسان ولی نام خودت فاطمه ایه که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه. اکتبر حتما به جمهوری را برید. خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنه. نه برعکس برای جوانا این چی عبرت می شود. جوانا عبرت می شود. میگن گل به پیران خشه جوانا خود چو گلن. امی کردکانو امی مادر خود چو تولش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه. بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم ای به بیشتر خونم میگم خو
امام علی رحمان سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان. نما کرده که دوانیم ساله نه منی در اخی میگم تیلاه دولت پاینده و پاینده تر باشد. گلی باغی امید در شکفتن هر سحر باشد. اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد. رحمت خشومت میوه مای پیش ببینید من کی نست کرامین میام سلام کنم خطی اکی زسال من استم خطای پیش ببینم بیا ای خالمان از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای من نمیشه. نیم ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر. به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خط سخن کردن. با دقت گوش کرده باشید چقدر است. به نهایت چقدر دوست نمیداره این خیلی مردم ها. این خیلی ملت ها چگونه دوست نمیداره؟ بله من نمیدونم دیگر این همی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین یک جان تشکر میگم.